دوستان همه شما را خوش آمد میگویم. دفعه قبل با محصولات جدید یعنی سابووفرهای سری F1 از برند SPL شو آشنا شدیم. اما امروز قرار است با همین سری فقط این بار با بلندگوها آشنا شویم. معرفی میکنم بلندگوهای استراد سری F1 از برند SPL شو. شما در کانال آتسی هستید. اسم من پاول است. یه چای خوشمزه یا چیزی قوی تر دم کنید. خب ما شروع میکنیم. موسیقی داینامیک، موسینی، خب طبق رسم نگاهی به جعبه‌های زیبایمان میاندازیم و محتویات رو بررسی میکنیم. خب دوستان، اسپیکرهای سری F1 در چنین جعبه‌های فوق‌العاده‌ای عرضه میشن. نمایش SPL خب قبول کنید که واقعا فوق‌العاده به نظر میرسد. محتویات جعبه به این صورت است: یک دفترچه راهنمایی کاربری داریم که میتونید به راحتی در جیبتان بگذارید و همه جا همراهتان باشد. همینطور میبینیم که این دفترچه هم مثل خود سری F1 طراحی شده و همچنین برچسب‌های اختصاصی SPL شو F1 هم داخل جعبه هست. خوشبو کننده هوای آف1، کارت گارانتی و یک بروشور خوشگل هم داریم که تمام شبکه‌های اجتماعی ما روی آن نوشته شده و همچنین راهنمایی برای گرفتن 20% تخفیف روی هر محصول جدید. یعنی کافی است یک ویدئو نقد و بررسی از محصولات ACV یا SPL شو ضبط کنید، آن را در یوتیوب آپلود کنید و لینک را ارسال کنید. در کل همه چیز اینجا کاملا واضح است. فکر نمی‌کنم سوال خاصی پیش بیاد. و در کل 20% تخفیف داریم. بلندگوهای میان رده نیز به همین سبک عرضه میشن. میبینیم که سبک خط F1 ثابت است. همچنین کتیبه تولید شده توسط ACV رو میبینیم. نمایش SPL و به مشخصات فنی توجه کنید. این دیگر ویژگی خاص ماست. ما همیشه منحنی پاسخ فرکانسی همه بلندگوها رو روی جعبه ها درج میکنیم. یعنی با نگاه به این منحنی بلافاصله میبینیم که بلندگو به طور نسبتاً خطی روی محور تابش صدا پخش میکنه. فقط یک افت کوچک در 400 هرتز داره، اما در بقیه بازه ها کاملا یک نواخت تا 12000 هرتز پخش میکنه. در بسته بندی این دستکش‌های سفید رو قرار دادیم، دستکش‌های مخصوص نصاب. همچنین دو برچسب اختصاصی SPL شو و F1 انرژی کارادیو SPL شو داریم. دفترچه راهنمایی استفاده هم داریم که همه چیزش یک دست و فوق‌العاده مفصل است، درست مثل سابووفرها و سایر سری‌ها. در کل در واقع میتونید این دفترچه راهنما رو همیشه در داشبورد ماشین داشته باشید. اگر چیزی یادتون رفت بازش کنید و نگاه بندازید، چون واقعا اطلاعات مفید زیادی داخلش هست. کارت گارانتی هم داریم که لیست مراکز خدمات پس از فروش در سراسر روسیه روی آن نوشته شده است. خوشبو کننده مخصوص سری F1 از برند SPL شو هم داخل بسته هست. و همچنین یک بروشور کوچک با شبکه‌های اجتماعی ما و راهنمای دریافت 20% تخفیف. خب دوست دارم کمی هم درباره ظاهر بلندگوها صحبت کنم. همونطور که می‌بینیم سیستم صوتی یک سبک یک پارچه دارد. این موضوع شامل سابووفرها، بلندگوهای استراد و توییترها میشه. یعنی همه چیز در یک سبک واحد طراحی شده است. جعبه‌ها همین سبک کلی رو دارن. برای کسانی که خبر ندارن یا ویدیوهای قبلی رو ندیدن دوباره تکرار میکنم. SPL شو یک زیر برند جدید از شرکت سیویس که در حال حاضر 3 سری مختلف دارد: چمپیون، F1 و نیترو. طراحی این سری‌ها از دنیای اتومبیل رانی به ویژه مسابقات فرمول 1 الهام گرفته شده است. یعنی ما به وضوح این رنگ‌های روشن و جسورانه را روی جعبه می‌بینیم. همه چیز رنگارنگ و خیلی ساده به نظر میرسه. خلاصه نگاه آدم رو به خودش جلب می‌کند. همچنین اگر به قسمت جلویی دیافراگم نگاه کنیم، چه بلندگوی میان رده باشد چه سابووفر، به وضوح طرح تایر فرمول 1 را می‌بینیم. در کل همه چیز خیلی زیبا به نظر میرسد. علاوه بر این، با خرید محصولات ما شما نه تنها صدای عالی به دست میارید، بلکه فرصتی برای خوشحال کردن کودک درون خودت هم دارید، چون باز کردن این جعبه ها به خاطر این همه رنگ های شاد و طراحی حساب شده خودش تبدیل به یک جشن کوچک می شود.
تازه این نوع سیستم صوتی در نصب هم خیلی شیک و چشم‌نواز به نظر میرسه. مشخصات اصلی تیلا اسمال حساسیت 97 دسیبل برای بلندگوی 16 سانتی متری و 99 دسیبل برای بلندگوی 20 سانتی متری است. توان RMS برابر با 150 وات است و برای مدل 20 سانتی متری 250 وات میباشد. محدوده فرکانس قابل پخش برای مدل 16 سانتی متری از 125 تا 12000 هرتز است و برای مدل 20 سانتی متری از 90 تا 12000 هرتز میباشد. مساحت مؤثر تابش 130 سانتی متر مربع و 220 سانتی متر مربع است. حالا بیایید درباره ویژگی‌های بلندگو صحبت کنیم. جنس دیافراگمام از کاغذ فشرده است، فوق‌العاده سبک و بسیار حساس. تعلیق بلندگو دو موجی و از جنس پارچه است. این تعلیق به اندازه کافی ارتجاعی است، یعنی اجازه نمی‌دهد دیافراگم از لبه ها بشکند و در عین حال نمی‌گذارد بیش از حد در سبد بلندگو تکون بخوره. کویل ما از نوع دمای بالا است. قطر آن برای بلندگوی 16 سانتی متری 32 میلیمتر و برای 20 سانتی متری 38 میلیمتر است. سبد بلندگو از جنس فولاد است، هرچند ترس شده اما بسیار محکم بود و پوشش ضد رزونانس داره. واشر مرکزی قرمز رنگ است و سیمای رابط آن روکش نقره‌ای دارند. راستی در بلندگوی 20 سانتی متری این سیما لحیم شدند. همچنین ترمینال های ما آبکاری طلا شدند و با ترکیبی ضد اکسیداسیون پوشیده شدند. این کار باعث افزایش عمر مفید بلندگو میشه. خب حالا رسیدیم به نکته خاص این سیستم صوتی. این همون سیستم مغناطیسی است. ببینید داخل آهنربای فریت یک بوستر نئودیمیومی قرار دارد، مثل یک قرص کوچیک که برای افزایش قدرت میدان مغناطیسی استفاده میشه و به این ترتیب کارایی سیستم صوتی چند برابر میشه. این موضوع روی حساسیت آن هم تاثیر گذاشته است. به عبارت دیگر این بلندگو از نظر بلندی صدا کم نمیاره و البته نمیتونه از کیفیت ساخت آن چشم پوشی کرد. همه چیز بسیار محکم و مطمئن مونتاژ و چسبانده شده است. این سیستم صوتی سالهای زیادی برای شما کار خواهد کرد، البته به شرطی که به درستی از بلندگو استفاده کنید. حالا بیایید درباره توییترها صحبت کنیم. مدل آنف 67T 70 نام دارد و همانطور که می‌بینید با سیستم صوتی از نظر طراحی هماهنگ است. بدنه آن فوق‌العاده جمع و جور است و میتونن آن را در مکانهای زیادی نصب کرد. حتی در بعضی خودروها در جای فابریک هم جا میگیره. جنس آهنربا نئودیمیوم است. دیافراگم بلندگو از یک قشای آلومینیومی فوق سبک ساخته شده است. کویل KSV با قطر 25 میلیمتر و سیم آلومینیومی با روکش مس دارد. ترمینال های صوتی دارای بستای پیچی هستند. پارامترهای اصلی تلسمولسه. RMS یعنی توان اسمی 70 واته. بازه فرکانس قابل پخش از 3000 تا 20000 هرتز است. حساسیت 105 دسیبله. همه این ویژگی‌ها به لطف جنس دیافراگم و آهنربای نئودیمیوم فراهم شده است. خب به طور کلی همه نکات جالب درباره آکوستیک رو براتون گفتم. حالا پیشنهاد میکنم گوش کنید. پس هدفون خود رو بگذارید و از شنیدن لذت ببرید. اوه بله یادم رفت بگویم، فرکانس متقاطع بین محدوده فرکانس میانی و بالا حدود 7-8 کیلوهرتز خواهد بود. مادر عزیزترین و مهربانم، او تا صبح بیدار است تا آفتاب رو ببیند. من تا صبح بیدارم تا چیزی به دست بیارم. او تا صبح بیدار است برای خوشگذرانی. من تا صبح بیدارم تا خوششانس شوم. ما تا صبح بیداریم تا آفتاب رو ببینیم. ما تا صبح بیداریم تا چیزی به دست بیاریم. ما تا صبح بیداریم برای خوشگذرانی. ما تا صبح بیداریم تا خوششانس شویم. ما تا صبح بیداریم تا خوششانس شویم. خب دوستان عزیز، وقتش رسیده که جمع‌بندی کنیم. ما با یک سیستم صوتی روبرو هستیم که به خوبی صداهای بالا رو پخش میکنه و میتونه با قدرت، شفافیت و ضربه عالی اجرا کنه. این سیستم صوتی با تمام فناوری‌های روز ساخته شده، اما نکته ویژه و جذاب آن قیمتش است.
توییترها 1990، بلندگوهای 16 سانتی متری 4190 و بلندگوهای 20 سانتی متری 5990 روبل. و این قیمت‌ها برای سیستم صوتی است که میتونید با آن در مسابقات شرکت کنید، برای اندازه‌گیری فرانت‌ها یا حتی در زندگی روزمره حسابی صدا رو بالا ببرید. من پاول از شرکت آدسوه بودم. از همه شما بابت تماشا خیلی ممنونم. لایک کنید، عضو شوید و نظراتتان رو بنویسید. همتون خدا حافظ.